ببین اگه دایناسور کسب و کار خودت هم هستی تو هر صنعتی فکر نکن منقرض نمیشی. چند تا نظریه برای انقراض دایناسورها وجود داره که یکیش خیلی جالبه. داروین اومده به این پرداخته که چی شد که دایناسورها منقرض شدن. خب یه عده میان میگن که شهاب سنگ برخورد کرده و نظریه‌های این تیپی زیاده. ولی داروین یه جا اومده گفته دایناسورها به خاطر اینکه نتونستن با تغییرات محیط اطرافشون تطبیق بدن خودشونو منقرض شدن. یعنی محیط اطراف تغییر کرده ولی اینا تغییر نکردن. چقدر از این کسب و کارهای این تیپی داشتیم که پول بازار بودن و کسی به گرد پاشون نمیرسید، الان اسمشون هم نیست. نوکیا سال 2000 2 میلیارد عدد گوشی فروخت. مجله فوربس اومد تیتر مجله این بود که کی میتونه این پول صنعت تکنولوژی رو بزنه زمین. الان کجاست؟ چی شد منقرض شد؟ همه برندها اومدن گوشی‌های تاچ زدن، این اومد گفت نه مردم استقبال نمی‌کنن، بعد همون کیبورد باشه. جا مونده از بازار. بنابراین وقتی داری می‌بینی کسب و کارا تو محیط اطرافت داره تغییر می‌کنه، تو هم باید عوض شی، وگرنه محکومی به شکست. الان خیلی جالبه، من چند وقت پیش یه مقاله می‌خوندم نوشته بود که هوش یعنی توانایی تطبیق با تغییر. اصلا کسی باشه که بتونه با تغییر خودش رو تطبیق بده. حواست باشه اسمت به گوشت نخورده باشه فکر کنی خبریه دونم من نفر اول صنعتم، من نفر اول کسب و کار فلانم، من کارآفرین برترم، من علم، من بلم. اصلا این خبرها نیستا. از بازار جا بمونی، خودتو عوض نکنی باختی، منقرض میشی تو هر جایگاهی که باشی. حالا برند خارجیش نوکیا رو گفتم. یادتونه تو کشور خودمون اسنپ اومده بود، تپسی اومده بود، راننده‌های آژانس و راننده‌های تاکسی ریخته بودن، یه تعدادشون دم مجلس شعار میدادن بر علیه اسنپ. خیلی عجیبه برای من، هنوز یه سری آژانس‌ها هستن من رد میشم میبینم یه مثلا 5-6 تا ماشین هنوز جلو در این آژانس‌ها وایستادن. یعنی هنوز باور نکرده که بازار عوض شده، هنوز هم اصرار به این داره که مردم زنگ بزنن آژانس بگیرن. نمیدونم چه جوری میشه بابا، عوض شد همه چی. یه زمانی میومدیم وایسادیم بغل خیابون دنبال دربستی بودیم، بعد آژانس ها اومدن، بعدش دیگه یواش یواش شد الان تاکسی های اینترنتی دیگه. چرا قبول نمیکنید؟ چرا تغییر نمیکنید؟ من نمیفهمم اصلا. الان مادر من 60 خورده سالشه، اونم یه گوشی آیفون دستشه، مجبوره تا یه مدت هر چی میگفتیم قبول نمیکرد، میگفت نه همین کیبوردا بهتره. الان قشنگ واتساپ داره، اینستاگرام، همه کاراشو داره میکنه، چون بازار مجبورش کرد. گرفتین چی شد؟ مجبور نشی بابا، زودتر اقدام کن دیگه.